سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. مهمون امروزمون خانم سارا نیکوکلام که آیلتس اسپیکینگش رو 7 شده و نکته خیلی مهمی که در مورد سارا جان وجود داره اینه که ایشون تو ظرف 9 ماه از سطح A1 شروع کردن و 9 ماه با من بودن، با هم دیگه مسیر رو جلو رفتیم. امروز اینجا هستیم در خدمتشون تا از تجربیاتشون استفاده بکنیم. یکم صحبتامون انگیزشی هست و یکم هم چاشنی فنی داره. خب سارا جان یکم از خودتون میگی؟ بله حتما. من سارا نیکوکلام هستم، لیسانس علوم ورزشی دارم و اینکه برای فیزیوتراپی اقدام کردم، مثلا اینکه تصمیم گرفتم یهو با الهام جون با خانم لواسانی کلاس بردارم، مثلا به همین دلیل بود. بعد اینکه بخوام کلا خلاصه همش رو جمع بکنم سریع اولش که متوجه بشین قضیه از چه قراره، من دقیقا همینطور که خودشون گفتن حدود درستش 9 ماه زبان خوندم، یعنی حدود 1 سال 11 ماه اینا بود، ولی 2 ماه اول که کلا پرت بود، ولی شوک زبان جدید و اینا. دقیقاً یعنی مثلا اینجوری میشستم سر کلاس فقط اصلا نصف مغزم خواب بود سر کلاس، خواهرمو مینداختم جلو صحبت کنه. ولی خب رفته این علاقه، این نحوه تدریسشون طوری بود که واقعا منو علاقه‌مند کرد. من این علاقه رو کاملا توی اومدن به کلاسات، به خصوص بعد از اون دوره‌ای که دیگه با خواهرت نیومدی و تنها شدی، انگار که اون مسئولیت پذیریت برای کلاس خیلی بیشتر شد و من یه جوری میتونم بگم اون استارتینگ پوینتت از اونجاها از نظر من که حالا معلم کلاست بودم شروع شد و این پیشرفته رو خیلی خوب دیدم اون موقع اتفاق افتاد. حالا اگه بخوای برامون بگی که بزرگترین چالشی که باهاش مواجه بودی تو این مسیر چی بود؟ بزرگترین چالشش اولش وقتی که مثلا حالا مثلا میخواید یا نمره آیلتستون براتون مهمه یا برای مهاجرت مثلا میخواید زبان بخونین، اون که بیشترین چالش اینه که من اوورال اسپیکینگ اوورال آیلتس هم چند میشه. برای منم اولش یعنی دقیقاً همین بود، اصلا اولین چالشی که باهاش روبرو شدم این بود که بتونم 1 دقیقه درست صحبت کنم. یادمه. و اینکه اصلا این سخت‌ترین چالش برای من بود، چون من با زبان آشنا بودم ولی اینکه مثلا بخوام درست مثلا حتی توی 1 دقیقه مثلا صحبت بکنم اصلا اینطوری نبوده. آره یادته یه زمان بهت میگفتم توی مثلا پارت 2 باید 2 دقیقه حداقل صحبت بکنی، اون موقع هاج و واج میموندی که وای اصلا من چجوری باید 2 دقیقه صحبت بکنم و مشکل ایده پردازی داشتی. دقیقاً یه چیزی راجع به همین تسک تو، حالا چون در مورد آیلتس، حالا بچه‌ای هم که می‌خواین ببینن 100% با این مشکلات مواجه میشن، اینه که اصلا به این فکر نکنید که این داستان اصلا واقعیه یا اینکه اصلا اون شنونده منو باور میکنه یا نمیکنه، فقط باید صحبت کنه. آفرین دقیقاً. هر چیزی که یعنی به قولی حالا خیلی این درست نیست ولی باید توی الکی صحبت کردن، دروغ گفتن مهارت پیدا کن، یعنی آماده هر سوالی باشین از طرف اون اگزمینر. آره چون یکی از چالشایی که بچه‌ها دارن، سوالایی که ازشون پرسن یه سری تجربه‌ای که اصلا طالبش فکرم نکردن، اینکه مثلا رودخونه‌ای که دیدی آخرین بار کجا بوده، یه همچین سوالاتی یه شوکی وارد میکنه به اونی که داره حالا توی آزمون شرکت میکنه و باعث میشه که اینکه میخواد واقعی صحبت بکنه قطعا ایده‌ای نداره، حتی اگه زبانم بلد باشه. حالا به قول شما باید ببافید دیگه، یعنی شروع کنی به بافتن، چون قطعا اون اگزمینر فقط میخواد زبان شما رو بسنجه. مشکل من با خیلی از بچه‌ها اینه که خیلی براشون کانتنت مهمه، اون کانتنت واقعی باشه، نه واقعا اصلا مهم نیست. خب حالا سارا جان چی میخوندی اینو برام بگو. یکی از در واقع حالا اینکه با خانم لواسانی ما خیلی تمرین میکردیم تو کلاس که خیلی با هم زیاد کلا صحبت میکردیم، یعنی یه جوری منو پوش میکردن، منو هلم میدادن به سمت اینکه باید صحبت کنیم دیگه. هی رفته این به قول این زبون من راه افتاد، یعنی این عضلات فکم صورتم تونستش که حالا با یه سری کارهایی که تو کلاس میکردیم بهتر بشه صحبت کردنم. ولی یکی از کارهایی که اصلا خیلی تاثیر گذاره
اینه که من یعنی برای خودم تاثیرگذار بود. یوتیوب حتما نگاه میکردم، یعنی روزانه ولاگای خیلی زیادی نگاه میکردم. حالا مثلا اولاش با سابتایتل نگاه میکردم، با زیرنویس نگاه میکردم، ولی بعدش به مرور زمان تونستم که مثلا بیشتر هم روی اون لیسنینگ بیشتر کار کنم، هم روی اون اسپیکینگ، مثلا بفهمم چجوری تلفظ میکنه، اینتونیشنش. اصلا طوری که من یادم میاد ما تو کلاس خیلی لیسنینگ آیلتس رو با هم کار نکردیم دیگه، انقدر خودت گوش داده بودی. یعنی من حالا خودم یادمه که تقریبا 2-3 جلسه ما در هفته معمولا کلاس داشتیم که خیلی وقتام کنسل میشد یه جلسهش. همیشه شما یه فایل لیسنینگ داشتی، یعنی ما با لیسنینگ اصلا به شما اسپیکینگ یاد دادیم. من فکر می‌کنم این خیلی تاثیر گذاشت، هم پرونانسیشنت خوب شد، هم اکسنتت خوب شد، که حالا توی ماکایی که ما آنالیز می‌کردن براتون می‌فرستادم می‌دیدم که همه نمره‌هاتو کامل بهت داده بودن، یعنی فلوئنسیت، نمیدونم پرونانسیشنت، اینا خب خیلی تاثیرگذار بوده. بله. و اینکه حالا بخوایم بگیم که منابع کناری یوتیوب چی بوده، بازم هنوز میتونی بگی یوتیوب خیلی بهت کمک کرده یا کتاب خاصی هم مطالعه کردی؟ برای اسپیکینگ کتاب که نه، یعنی فقط صحبت کردن رو مثلا نگاه کردم. چی رو مثلا نگاه میکردی؟ بودم خیلی صحبت کنم. توی آینه اولاش خیلی سخته با خودتون حرف بزنید، ولی بعدش هی رفته راحت‌تر میشه این موضوع. از خودم فیلم میگرفتم، صحبت میکردم. دارم میگم اولاش خیلی همه اینا عجیب غریبه، چون از و حتی شاید مسخره هم دقیقاً چون از اون نقطه امنه آدم میاد بیرون، ولی به مرور زمان خیلی هم اوکی میشه این موضوع، خیلی هم راحت‌تر حتی میشید مثلا با خودتون، با لحن صحبت کردنتون خودتون متوجه میشید، بالا پایین میکنید. و اینکه علاوه بر یوتیوب من خیلی پادکست‌های انگلیسی یعنی گوش میدادم، حالا با توجه به اون در واقع چیزی که خودم علاقه دارم. حالا برای من مثلا پادکست انگیزشی کوتاه بیشتر از 6 دقیقه. آره یادم مثلا بعد 20 دقیقه بعد میفرستادم مثلا گوش نمیدادی. یعنی هم تند صحبت کنه، هم لهجه خوبی داشته باشه، هم محتواش به دردم بخوره، برای جذاب. دقیقاً هم از نظر روحیه بهم انگیزه بده دیگه. پس با این موضوع سارا موافقی که مثلا یه نفر میگه که دوست من مثلا آیلتس اسپیکینگشو 9 شده به خاطر اینکه فقط تد تاک گوش داده، خب ولی یه نفر دیگه مثلا خودتو یا خود من، آقا مثلا من با تد تاک ارتباط برقرار نمی‌کنم، ولی چون دوست من مثلا با تد تاک جواب گرفته، آیا به نظرتون این ضمانتی بر این هست که منم با تد تاک جواب بگیرم؟ به نظر من یه نسخه رو نمیشه برای همه پیچید. یعنی اول باید خودتون رو بشناسید توی این موضوع، ببینید که چجوری بازده دارید. یعنی اصلا الان من اینا رو مثلا اینجوری الان صحبت نمی کنم که خب الان ما داریم همه اینا رو میگیریم اینا رو بگم. واقعا اینا تجربیات خودمه که به دردم خیلی خورده توی 9 ماه. خودتون رو اول از همه بشناسید، ببینید که علاقه‌مندیتون چیه. یه خانومی مثلا خیلی کتابی و راحت باهاتون صحبت کنه، روون تایتل به تایتل صحبت کنه، راحت ترین. یا اینکه نه مثلا رندوم انسان‌های مثلا خیلی عادی یا مثلا سلبریتی‌ها با هم دیگه صحبت کنن، بیشتر اون علاقه و اون توجهتون سمتش جلب میشه. به نظر من باید اون اول خودشون رو توی این موضوع بشناسن. آفرین. اینقدر هی نرن از این سوال کنن، از اون سوال کنن، برن از اون تیچر سوال کنن و دوستشون که خودشون دختر عموی پسر نوه خالش مثلا آیلتس 9 گرفته، خودشو باید خودش آدم بشناسه. به نظر من یادم اون روزی که حالا اومدی و می‌خواستی با من کلاس برداری، گفتی دانشگاه نمره 7 نمیخواد، چون نمره 7 برای مثلا دانشگاه و رشته‌های خیلی مهمتر دنیاست که سخت‌گیرترن پذیرششون. و اینکه روزی که نمرت 7 شد این انتظار رو داشتی، براش تلاش کردی، چطوری بود؟ چون واقعا تو نمره 7 نمیخواستی، فقط علاقه پیدا کردی تا جایی که یادم تو این مسیر افتاده بودی. علت این چی بود؟ علت علاقه. آره چون شما کارت با 6 هم راه میافتاد ولی دوست داشتی 7 بشی.
به خصوص توی بحث اسپیکینگ؟ خب ببینید، زبان خوندن به نظر من یه حالت نمیدونم کرمی داره، انگار که آدم دوست داره که واقعا اینو علاقه من بهش میشه. یعنی وقتی متوجه مثلا اون ارتباط برقرار کردن میشی، خیلی برات جذاب میشه. و اینکه در مورد اینکه حالا انتظار داشتم یا نه، من میخوندم. من مثلا تا 2 ماه قبل از آزمون اصلیم بوده مثلا 3-4 ساعت درس میخوندم در طول روز. ولی این نکته خیلی مهمه به نظر من، 2 ماه آخر رو باید هر چی دارید کنسل کنید. من خودم برنامه‌های یعنی غیر از درسیم برام تو صدر جدول، خیلی برام اولویته، ولی 99% رو یعنی همه رو اصلا کنسل کردم و 2 ماه آخر من روزانه 12 ساعت درس میخوندم که اصلا مامان بابام شوکه شده بودن، گفتن تو زندگی تو 12 ساعت درس نخوندی، چجور مثلا داری میری؟ فقط علاقه، در صورتی که با ماکایی که داده بودی مطمئن بودی که نمره خوبی میگیری. و اینکه اینو بهتون بگم که وقتی یکی بهتون میگه نمرتون رو شانسی میگیرید، اصلا آیلتس اینطوری نیست. یعنی به نظر من هر شخصی هر چقدر که تلاش کرده باشه توی این آزمون همون میشه. یعنی نه بالاتر میشی نه پایین‌تر میشی. درست. واقعا نسبت به تلاشت نمره میگیری، اصلا آزمون شانسی نیستش. چون نمره ماکت خیلی نزدیک بود به نمره. دقیقاً من نمره ماکایی که میدادم خیلی خیلی نزدیک بود به نمره آیلتس اصلی. و اینکه این نکته شرکت کردن توی آزمون ماک هم بگو چه فایده‌ای داره که بچه‌ها شرکت بکنن. حتما آزمون ماک رو شرکت کنید. یعنی به یکی 2 تا اصلا کافی نیستش. شما چند تا دادی؟ من 4 تا آزمون دادم و اینکه همش هم یه دونه سنتر مشخص رو نرید آزمون بدین. یعنی ممکنه که زمانی که میخواید اون چی بهش میگن ثبت نام اصلیه رو انجام بدین، انقدر سایت شلوغه، شما فقط میخواید ثبت نام کنید، ولی جاهای مختلف رو امتحان کنید. یعنی خودتون رو از اون منطقه امنتون بکشید، یعنی بیاید بیرون از اون سیف زون، سریع فرار کنید، نذارید کلا همیشه تو سیف زون باشید. این به نظر من بدترین کاریه که آدم میتونه در حق. چون من شنیدم بچه‌ها میگن من دوست دارم همون مرکزی که میرم آزمون بدم برم همونجا ماک بدم که با محیط و اینا آشنا بشم، ولی به قول شما یهو انقدر اون روز ثبت نام سخت انجام میشه که اگه بیفته یه مرکز دیگه یه الکی فشار روانی رو خودت وارد کردی. خب الان داری چی کار میکنی؟ الان که نمره خوبتو گرفتی و راضی و خوشحالی، چون اصلا زبانی نبودی، اصلا تحصیلات دانشگاهت هم به زبان ربطی نداشت، و اینکه الان چون یادم توی حرفات یه بار میگفتی یه علاقه خاصی، ارتباط خاصی باش گرفتی، الان برنامه‌ای داری برای زبانت؟ والا من همیشه هر 2 روز یه بار تقریبا به خانم لواسانی تکست میدم که من دارم میترسم که از اون زمان آیلتس هم جدا بشم، به خاطر اینکه برام روتین خیلی جذاب شده بود. یعنی یه حالتی بود که خیلی احساس هدف من بودن میکردم، چون بوده 5 صبح من بیدار میشدم تا 5:30 آپدیت میشدم. البته فکر کنم فقط 2 ماه آخر. دقیقاً 2 ماه آخر دارم میگم سفت باید بچسبید بهش، یعنی اصلا راه نداره اگه نمره خوب میخوان. یعنی این حالت روتین شده بود برام و اصلا برام سخت نبود، کامل همش با علاقه بود. این 5 صبح بیدار شدن خیلی عجیبه ولی واقعیه. و اینکه یه سری نکات ریزی که من خودم تجربه کردم اینه که کلاً ریلکس باشید. یعنی اگر فکر کنید که الان خراب کنم، الان اگه مثلا توفیق بزنم، اگه اگزمینر مثلا سوالشو متوجه نشدم، اگه ازش دوباره بپرسم چی، هیچ کدوم از اینا بیشتر از یعنی استرس مخرب. آره من یادمه مثلا روزایی که امتحان داشتی، حالا با هم در ارتباط بودیم، من مثلا می‌خواستم به روحیه بدم، به
حالا بیشتر وایس میدادیم گفتم سارا استرس نداریم، نه که یادم امتحان اولی که رفتی اومدی دادی گفتی که خیلی کلا نشستیم با هم گپ زدیم با اگزمینر رو، خودش اصلا تعجب کرده بود از اینکه من چرا اینقدر راحتم و استرس ندارم، به چالش کشیده بود که ازش سوال بکنه. پس اینم خیلی فاکتور مهمیه، چون بچه‌ها خب خیلی وقتا خراب می‌کنن امتحانشون به خاطر اون استرسه، چون چیزی نمیشه نهایت یه بار دیگه 10 میلیون دیگه میدن بچه‌ها. آره قبل از آزمون اسپیکینگتون کلا اصلا حالا برام منه، حالا الان پس فردا من بگن آخ این گفت، برام من اینطوریه این که مطالبی که جدید یاد گرفتین بلا فاصله قبل از آزمون اسپیکینگتون نرید مرورش کنید یا بخواید همون رو استفاده بکنید، به خاطر اینکه ذهنتون شما سریع میخواد تو موقعیت عکس‌العمل نشون بده و اصلا توان پردازش اطلاعات جدید رو نداره و این باعث استرس میشه و باعث میشه که اصلا باقی آزمونتون رو اصلا خوب ندین. یعنی برای من که اینطوریه، من یادمه قشنگ تمام ماکای حالا به جز یکیشونو این کارو کردم، همین کار کردم و اون نتیجه که میخواستم اون توی اسپیکینگم نگرفتم. ولی بقیه‌شون رو نشستم ولاگ دیدم، یعنی کمدی میدیدی؟ دقیقاً ولاگ‌های فارسی میدیدم تو یوتیوب، یعنی که مثلا یه سری موزیکای مثلا که باهاشون اوکی بودم و گوش میکردم، یه فضای خیلی ریلکس قرار بگیره. آره ریلکس باشید اصلا، چون الهام جون یه حرف خیلی قشنگی با من زدن، گفتن ایشون اگزمینری که روبروی شماست اصلا به این فکر نمیکنه که الان مبحث حرفی که میزنی یعنی واقعی چیزی که میگی واقعیه یا نه. البته اینو بگم که ما که اول من اگزمینر من به شدت آقای سختگیری بود، با هم مخالفت میکرد، با چالش هم میکشید و اونو اصلا من با اینکه خیلی اولی ماتم و خیلی برام سخت بود این ارتباط گرفتنه، ولی اونم حق شدم اسپیکینگمو که اصلا برام واقعا یه چیز خیلی تجربه اول خیلی عجیب بود و جالب بود برام. خیلی صحبت‌های قشنگی بود سارا جون، من دوست دارم حالا بشیم با هم صحبت کنیم، ولی از جهت اینکه حالا دیگه ایشون تقریبا 48 ساعت آخریه که ایران هستن زحمت کشیدن اومدن پیشمون، براشون آرزوهای خیلی خوب داریم، موفقیت‌های بیشتر. اگه نکته‌ای داری سارا جون به دوستان بگو که خداحافظی کنیم. نکته خاصی که نیست، تنها چیزی که میتونم بگم اینه که ریلکس باشید، هیچ چیز جز ریلکسی به شما نمره نمیده و استمرار هم داشته دیگه زیادم ریلکس باشه. نه موقع آزمون من توی خونه یکی تو سر خودم میذاره تو سر کتاب، ولی نمیذاشتم اصلا استرس بهم غلبه بکنه. و اینکه اگه خواستید کلاسای آیس حتما با الهام جون بردارید. نه متشکرم، مرسی. استادی بسیار حرفه‌ای هستن با اخلاق واقعا درجه 1، یعنی ارتباط گرفتن با شاگرد واقعا 100 از 10 عالی. متشکرم، مرسی. امیدوارم که موفق باشی و جاهای خوبی ببینیمت و به حرفه خودت هم ادامه بدی که مربی ورزش هستی و اینکه فیزیوتراپی می‌خواستی بخونی، یه فیزیوتراپ خیلی خوب بشی و اسم تو توی مجله‌های معتبر جهانی ببینیم. با آرزوی موفقیت، مرسی که افتخار دادی. روزت بخیر، خدا نگهدار.